ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 12 را از روی رمن اعظم صدقی پیره در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. نگاه روز شنبه شکست و ریخت حوله به اتمام رسید. چیز و چاره‌ای که از حوله فقهای شربت فروش آورده بودند جابجا گذاشتند. جبه ساز از فقهای خواهش نمود که اختنش کمال را سیر ندهد و خواجه گمان میبرد که او از آمدن کمال به تبریز به مردم لقیده است. به حوله نرخ گذاشته از خواجه‌دار پول گرفتن شرط، در عکس حال می رنجد. چند روزی دید و بازدید فهمیدم که خواجه بیمار و آزرده خاطر و از اندک چیز می رنجد. بکوشیم که غمخواری ما به خدمت خرسانه تبدیل نیابد. در خصوص لوازمات روزگار چی میگوید؟ پرسید شربت فروش. به سودای حولی نرخ اسباب روزگار شد گویان کمی نرخ را بالا میبرداریم. شریف: قند خور پسر، به توی پسرت من 2 کوزه باده ممجوز قرض دارم. نرخ حولی و جای، پوست و پلاس، اسباب روزگار را پیشکی مقرر کردن لازم. در آن صورت رفته از خواجه را میگیرید و من از دست شما قبول می. نرخ ماندن در کار که کم ننماید، خواجه شبهه نکنند. در این مسئله ملاتای چنگنواز حکمی خوب. به خواجه عرض میکنیم که نرخگزار ما ملاتای است و با این بهانه او با شاعر شناس می شود. خانه و جایی تعمیر کرده صاحب نو بیاید 1 بوریا کوبان ضرور بودگی است. تشکیلش به ذمه شما و شریف، گفت عبدالله. آماده ساختن بزم به عهده من باشد. حافظی بربد نواز و هلال الدین دایره دست، حاجی نینواز و حاج احمد تنبوری و از حافظان حامد گربه را می گویم. بار اول اهل صحبت هر قدر کم باشد همان قدر خوب. خواجه در بزم سیر آدم ممکن خود را ناراحت دیده طبعشان کاهد. طبع خواجه کمال شبی بزم مانند گل الهام شکفت. این اولین بزمی بود که به شرف خواجه کمال در ایران زمین برپا گشت. دوستان کوشیدند شبی طرب به 1 عمر فراموش نشود. نوازنده و خوانندگان بحث به بس هنرنمایی می کردند. به خواجه چنین نمود که او با این مردم کی هاست که شناسایی دارد و فواره مهرشان کی هاست که در دلش جوش می زند. شاعر به خروش آمد. از جای خیسته بی اختیار 1 شعر کهنه اش را قرائت کرد. باز خود را چو گلی تازه برآراسته، باغ رخساره به گلهای تر آراسته. دویم به آخر رسید و آهنگ دلنشین موسیقی حامد گربه دوام غزل را همچون سوی خواند. کمال محو حیرت شده انگشتک میزد. شریف برقص خیست. چون سرود با بیتی روی آراسته بنمای خصوص مال که تو خاص از پی اهلی نظر آرایی به آخر رسید. خواجه از جای خیسته رفت حامد گربه را ببوسید و پرسید که این غزل را از کجا پیدا است. خواجه: شما بیخبر. گربه به میان دفتری شعر شما راه یافته غزل دزدیده است. کسب و کاری گربه ها چنین است. من بعد دری حجره را بسته خواب کنید وگرنه از گربه دزد جایی گریز نیست. ظرافت کل. خواجه مرا ببخشید. روزی از خبرستان می آمدم به زیارت آرامگاهی پدر و مادر رفته بودم. بینم
در میدان یک کس در پیش گاو چارزانو نشسته است. گاو با میل تمام سری او را میلیسید. به خود گفتم از افت کار گاو گوساله آدم شکل زاییده است، یا یگان شخص از کردار خود شرم می‌دارد و گاو شده نیست. به هر خواستم ببینم که او کیست. دیدم که حاج احمد کل با نیت موی برآوردن خواندن گاو داده است. خواجه بزرگ، این اهل صحبت که می‌بینید با هم دوستان قرینند. معرفی نمود عبدالله جبه ساز. بغیر از هنری مشاغزی باز در حق یکدیگر لطیفه ها می بافند که شنیدید. بعضا در عین تفس بازار لطیفه و ظرافتگویی به طعنه زنی می گذرند. می خواهم که شما به این عادت کنید، اگر از حد گذرند قیلشان را کشید. در حضور شما از حد زیاد خوشبختم. فکرم به یک چیز بند است که شما می توانید به من یاری کنید و به این روشنایی اندازید. سرودی که جناب حامد خواندند، استاد محترم ببخشید، آن کس جناب شده نمی توانند، زیرا در ایران به گربه ها عنوان جناب نمی دهند. گفت هلال الدین دایره دست. خواجه بزرگ، 100 بار معذرت می خواهم که در ایران گاو از زیاد فربه شود و بینی اش حلقه می زنند که پیش راه را نبیند، کسی را شاخ نزند. آشنای ما حامد گربه هم به حد فربه شده است و پیش سخن شما را گرفت. دوستان، مراجعت نمود خواجه به اهل صحبت که قریب همه سرخوش بودند. متن سرودی که خوانده شد من در خوارزم انشا کرده بودم. محمد رونویس کرد و آن را ما با کار به خوجند فرستادیم. چطور آن به تبریز رسید برای من معماست. من آن را از دست صحاف گرفته بودم. خواجه کمال و حامد گربه صحاف رفتند که دکانش محکم بود. همسایه دکان مرد پاسخ داد که او بیمار است. کمال 1 هفته قریب هر روز به عیادت صحاف می رفت و ناامید بر می گشت. عبدالله جبه ساز از این واقف شد. با خواجه با بهانه عیادت بیمار به حولی صحاف رفتند. صحاف به مهمانان در سر دستگاه مقاوبندی گفت. روزی تابستان بود. مردی مشوش خیشان و سراسیمه به دکان در آمد. سلام داد و کفلیز آب را برداشت و به سیری آب نوشید. نفس راست کرده 1 دفتر را از بغل برآورد. به داده گفت که باقی مانده مال و چیزی من همین است. بگیر، جزبندی کن، مقاوه پوشان، جلد ساز. من بعد 2-3 ماه باز می آیم و حق خدمتت را می دهم. 2-3 ماه به 2-3 سال تبدیل یافت. از وی هنوز درکی نیست. گب آنجا همگی 7 شعر است. من از آن چطورم؟ گمان داشتم که او از اشعار خواجه کمال باز شعرهای تازه می آرد و من جلد می سازم. تا امروز دری امیدم. شما خوشبخت هستید و آن ساعت فرا رسید. ستاره امیدتان در فضای درگاه شما درخشان شد. خودی حضرت خواجه کمال در حضور شما. صحاف پیشبند چرمین از میان کشاد. تازان رفته شریش دست بشست. برگشته خواجه را به آغوش کشید. چشم به کتفش بمالید. از این ملاقات 1/2 سال از بین گذشت. اولی کتاب خواجه کمال خوجندی به تب رسید که به مولانا جلال خطاط و دیگرش به خط شیخ محمد منسوب بود. آوازه دیوان خواجه کمال زود پهن شد. اهل طب به خطاط موده از اشعار شاعر نمونه ها به دست می آورد. شاعر معاصر خواجه کمال
سلمان ساوجی در بغداد چند غزل شاعر را به دست آورد و به نزد سلطان حسین جلایری رفت و از شعرها قرائت نمود. غزلهای خواجه به سلطان خیلی پسند آمد. به تبریز که آن زمان در تصرف او بود، قاصد فرستاند به مولانا جلال خطاط نسخه جلد اشعار شاعر را فرمود. امر سلطان واجب است. خطاط در یک مدت کوتاه جلد را به انجام رساند. آن را گرفته به بغداد به درگاه سلطان حسین رفت. اعزاز و احترام بسیار دید. با همیان پر از تنگه های طلا برگشت و به طفیل سیله پادشاهی سرمایه دار شد. مولانا جلال خطاط شام و سحر بعد عبادت به درگاه خداوند شکر می گفت که قسمت او را به خواجه کمال خجندی روبرو آورد. در هر صحبت و نشست از نکوکاری و خاکساری و بلند همتی شاعر حکایت می کرد و اشعار او شاه بیت ها می خواند. باری در یک جمع آمدی با نفوذی مردمی صاحب ذوق مردی گفت که از روی شنید من خواجه کمال شخصی بدقواق تندخو و اسب قهر و غضبش دائما از خودش پیشتر می تازد. او سجاده پرست است و با آن فخر می کند. مولانا جلال شوریده از جایش پریده خیست و گفت هر شخص هر چی عرض نماید آن را همچون حقیقت حال پذیرفتن از تهی مغزی است. به شما که خداوند طبع شعرگویی نداده است جهان باطنی شاعر را کی دانید؟ حالان که سخن در شأن شاعری عالم شمول می رود. خواجه کمال چه در خجند و سمرقند، چه در بخارا و مرو، چه در خوارزم و بغداد و چه در هرات و تبریز هواداران بیشمار دارد. وی بین شاعران پیروان خود را پیدا کرده است. مگر سجاده پرست و شاعری به اسب غضب سوار چنین شعر گفته می تواند؟ قدح به دست گرفت و به تنبوری بفرمود که به قرائت او جور شود. مست عشقم ز خرابات میارید مرا، تا ابد بر در میخانه گذارید مرا. باده پاک روان پیش من آرید دمی، آخر از پاک روان چند شمارید مرا. من که امروز ز تسبیح به استغفارم، بیش در صومعه مهجور مدارید مرا. دلم از زلف بتان سلسله دار است به پای، تا که از حلقه رندان بدر آرید مرا. زابرو دست توان شستن و از می نتوان، مگر آن روز که بر خاک سپارید مرا. دیشب از میکده سرمست به دوشم بودند، گو چنین هم بدری دوست بدارید مرا. گر حریفانه بیایید به سر وقت کمال، شکری ناب میارید میارید مرا. اهل مجلس به پای خیست و هر کدام در حق شاعر و اشعار او احسن گفت. در بهار یا تیر ماه سیر ملک عنعنه پادشاهی بود. سلطان حسین اول بهار از بغداد به جانب جنوب با بهانه سیر کشور از ملک خود دیدن کرد. از سری راه به تبریز قاصد فرستاد که او به زیارت حضرت خواجه کمال می رود. در تبریز که شهری سرملت بود، اساساً دو طبقه گوناگون زبان می زیستند. فارس ها سرنفوس و ترک زبان ها سه چند کمتر بودند. برای آسوده زیستن و تحکیم اتحاد دوستی بین آنها 2 نفر را
حاکم تعیین نمودند که هر کدام نماینده طبقه علاهیده بود. میرولی پیشوای اکثریت و فرهاد آقا نمایندگی ترک زبانها را به عهده داشت. نامه سلطان حسین به عنوان این هر دو حاکم بود و گفته می شد که خواجه بزرگ را از آمدن سلطان به زیارت آگاه نمایند. محله هنرمندان شهر قدیمه تبریز همیشه سیر آدم بود. در دو طرف شاهراه دکانهای آهنگری، کلالی، میسگری، زرگری، پالاندوزی، زین تراشی، کاردگری و غیرها بسیار بودند. مصنوعات در همین دکانها برآورده و در همین جا فروخته می شد. در پیش دکانها صوفه یا میزی بود که روی آن هر کاسب محصول عمل خیش را می گذاشت و فرزند یا شاگردش آن را می فروخت. در سری کوچه دکان وسیعی با حشمت واقع بود که دیوارهای درون آن را با جبه ها، تردانهای کمان، تیر و نیزه آرا داده بودند. تردانها گوناگون و هر کدام نقش و نگار ناتکرار داشتند. تیرها نیز دراز و کوتاه و در نوکشان زخمزن آهنی نصب شده بودند. در طرف راست دکان سری میز کندکاری مرد خوش سر و لباسی سال خورده می نشست. این مرد عبدالله جبه‌ساز بود. به این محله به افتخار او نام عبدالله جبه‌ساز را داده بودند. از بس که محله جای اقامت هنرمندان بود، مردم رفت و آی بسیار داشتند و سودا در اوج بود. فروشنده ها با تبسم های شیرین با خریداران معامله می کردند. اگر خریدار چیزی بپرسد و آن چیز در دکان نباشد، دکاندار شاگردش را به کارگاه دیگر می فرستاد و می کوشید که احتیاجمند از دکان او با دست خالی نرود. این عنعنه کاسب و دکانداران محله عبدالله جبه‌ساز بود. این بود که بعضی ها آن را محله حاجت برار می نامیدند. در عین تفس بازار از کوچه صدای سوم اسبان تازی برآمد. مردم گوش به قمار شدند. اهل دکان به پا خیستند. 2 نفر سوار مسلح نزدیک آمده بانگ زدند. حاکم میرولی می آیند. حاکم فرهاد آقا می آیند. هنرمندان با شاگردان خود به پیشواز حاکمان شهر آراستند. خریداران و مردم هنگامجوی خود را به 2 طرف گرفته به آمد سران شهر انتظار بودند. پس از فرصتی در احاطه 5-6 سواره میرولی و فرهاد آقا بر رسته هنرمندان وارد گشتند. میرولی مرد قد بلند گزگوشت بود. فرهاد آقا تنومند، قد پست و سر یک کتفش کمی خمیده بود. آنها در تن لباس زرحل داشتند. کمربندشان در زیر شعاع آفتاب می درخشید. مردم سرخم نموده تعظیم می کردند. حاکمان در نوبت خود به احترام مردم سپاسگزاری کرده دست بر روی سینه نهاده سر می جنباندند. شاگردان عبدالله جبه‌ساز دوان رفته لجام اسب میرولی و فرهاد آقا را گرفتند. آنها از رکاب پایین آمده با صاحب دکان گرم و جوشان واخوردی کردند. هر 2 حاکم وارد دکان شدند. به سر خوان نشستند، آمین گفتند و از جای برخیستند. از تشریف شما سرم به آسمان ها رسید، اظهار منتداری نمود عبدالله. برای پیش پایتان کشتن گوسفند آورده ام. ساعت بنشینید، بر کباب پزم نصیبه کنید. فرصت نداریم، گفت میرولی. عبدالله ما را به حولی خواجه کمال میبرید. به حولی حضرت خواجه کمال؟ عبدالله به شبهه افتاد و با تعجب پرسید. چی؟
از خواجه کسی شکایت کرد مگر؟ کی از خواجه شکایت می کند؟ سؤال کرد فرهاد آقا. به حضرت مژده خوشبختی آوردیم. عبدالله نفسی سبک کشید و گفت که شما بنشینید، من رفته خواجه را به اینجا می آرم. نه، باید که خودمان به حضرت او برسیم. اولا باید عذر بپرسیم که تا کنون به زیارت این بزرگوار نرفته ایم. گفت میرولی. این چنین خبر رسانیم که به زیارت حضرت از بغداد سلطان حسین می آید. سلطان حسین جلایری از بغداد؟ بله، سلطان مملکت. در حولی کوچک کلوخ دیوار که از نیم پایانش شور زده است، بر روی صوفه به بالش تکیه نموده، خواجه یک پهلو پا دراز کرده استراحت می نمود. عبدالله جبه ساز به این درگاه چون عضو خاندان درآبرا می کرد. السلام علیکم خواجه بزرگ. و علیکم السلام جبه ساز شهرتمند. گفته خواجه به استقبال دوستش برخیست. از چی باشد شما را بسیار دیدن می خواستم. خوب کردید که خودتان آمدید. دوستم، من تنها نیستم، حاکمان شهر آمدند. حاکمان شهر؟ مگر من سببگار یگان ناخوشی شده ام که حکما به درگاه بنده قدم رنجه فرموده اند؟ برعکس، باعث خوشبختی ما شده اید. گفته میرولی فرهاد آقا از در حولی وارد شدند. سلطان حسین جلایری به زیارت حضرت می آمده اند. خبر رساندند. سخن ایشان به پایان نرسیده، چند نفر به دوش بار و بخچه به صحن حولی در آمدند. یکی در کتف قالین، دیگری بستر، سیومی بالشت و جای نماز و دیگر اسباب و انجام روزگار آورده بودند. خوش، این اسباب و انجام بازرگانی از برای چیست؟ با تعجب پرسید خواجه کمال. ما می‌خواستیم منزل حضرت به قبول سلطان مملکت مناسب باشد. پاسخ داد فرهاد آقا. دوستان، سلطان حسین به زیارت بنده می آید یا به زیارت منزل من؟ البته به زیارت حضرتم. پس بگذار بنده را زیارت کند، به بود و نبود من اعتبار ندهد. استاد، سلطان مملکت را خوش پذیرفتن از آیین‌های قدیمی ماست. عرض نمود محمد. همگان می دانند که مردم روستایی کوهستان کم بضاعتند. اگر به حولی مهمان بزرگ آید، از همسایه ها قالین های بهترین را جمع آورده خانه میزبان را زینت می دهند. مادام که این اشخاص با نیت نیک چیز آورده اند، از درگاهتان به خاطری رنجیده نروند. تنها برای آواره نشدن آنها به فکر شما راضی هستم. من از چیز و چاره‌ای بر زیاد خسته می شوم. در بالا جای صفه سلطان حسین، از پهلوی راست او خواجه کمال، از طرف چپ وزیر و خزیندار، در پایگاه صفه فرهاد آقا، میرولی می نشستند. عبدالله جبه ساز و محمد همچون میزبان از همه پایان نشسته پیش خدمتان را کار می فرمودند. در دسترخوان ضیافت نخل و شراب، گوشت و کباب فراوان بود. به صحن حولی قالین گسترده بودند که بر رویش شاعران، مشاقان، حافظان می نشستند. در مجلس صوت و سرود اوج می گرفت. حافظ رباب به دست از جای برخیست، به سلطان حسین و اهل بزم تعظیم کرده به سرود آغاز نمود که به متن خواجه کمال بود. در عشق تو ترک سر چی باشد؟ از دوست عزیزتر چی باشد؟
جان نیز اگر فرستم آنجا، این تحفه مختصر چی باشد؟ ای مردمی چشم روشنی من، بر من فکنی نظر چی باشد؟ چون کشتن بنده بر تو سهل است، لطفی کنی این قدر چی باشد؟ گویند کمال در دلت چیست، اندیشه او دیگر چی باشد؟ خواجه کمال از جای خیست، از صوفه به پایگه فرآمد. مرد شربتکش به خواجه جام نخرگین داد که در آن باده ممجوز بود، و دیگرها شراب و می ناب کشید. سلطان حسین قدح به دست از صوفه پایین آمد و به پهلوی شاعر ایستاد. دوستان و اهل مجلس رو آورد سلطان. همه به احترام شاعر و حاکمان از جای برخیستند. ما از آن افتخار داریم که به زیارت شاعر بزرگ دوران، به زیارت حضرت خواجه کمال شرفیاب شده ایم. بنده از دلباختگان شعر و صنعت سخنسرایی خواجه بزرگ می باشم. سخنهای سحرانگیز حضرتم مرا آرام نمی گذاشتند. نهایت فرصت پیدا کرده به زیارتشان شتافتم. این بیت را ورد زبان کرده با امید به آستانه استاد محترم قدم نهادم. سحر است کمال این سخنان باد حلالت، صنعت طلبان بهزیت استاد نیابند. دست به سری سینه نهاده باری دیگر به خواجه کمال تعظیم کرد. سپس سخنش را دوام داده گفت: بنده و جمله مهمانان از مجلس امروزه به حد شاد هستیم. اگر خواجه بزرگوار از ایجاد خود شعر می خواندند، سری ما به آسمان می رسید. شاعر سرخم کرده به اهل صحبت تعظیم نمود. نیست غیر از تو دستگیر ای دوست، دستی افتادگان بگیر ای دوست. آفتابی تو ما چو ذره همه، تو بزرگی و ما حقیر ای دوست. از کریمان شود فقیر غنی، تو کریمی و ما فقیر ای دوست. هر دلی را کجا خبر زین راز، که توی واقف ضمیر ای دوست. با کی گویم تو را که مانندی، چون نمی بینمت نظیر ای دوست. در همه ملک پادشاست کمال، تا که در دست توست اسیر ای دوست. سلطان حسین کفی دست بر روی سینه گذاشت و سر به سوی خواجه خم کرد و به حاکمان تبریز روی آورد. میرولی: لبی آل حضرت. فرهاد آقا: لبی سلطانم. خواجه بزرگ عرض نمودند که در همه ملک پادشاهند. شما که هر دو حاکم تبریز هستید، در مرکز شهر جای پیدا کنید که به حضرت خوشایند باشد. به چشم، گفت میرولی. به خدمت آماده ایم، تقویت داد سخن او را فرهاد آقا. اهل صحبت مبارک باد گویان خواجه کمال را تبریک کردند. شاعر به 4 طرف نظر دوانده، سر جنبانده تبریکات را قبول نمود و به سلطان حسین رو آورد و 2 بیت خواند. گر گوشه بسازند سلطان حسین ما را، در قلب شهر نبود کس را به ما نزاع. با مطربان خوشگو هر صبح و شام باشد، در گوشه حسینی
عشاق را سمای. این بیت به سلطان خوش نآمد. طبعش خیره شده به جانب حاکمان تبریز نگریست. وی گویا میپرسید که چی باید کرد؟ آنها از طبع کاهیده سلطان به تشویش افتادند. اهل مجلس به یک دیگر تعجب آمیز نگاه میکردند. سلطانم، گفته میرولی دقت همگان را به خود کشید، من جایی را میدانم که به خواجه بزرگ پسند می آید. ما به شاعر در ولیان کوه منزل می سازیم. خواجه کمال با تعظیم قناعتمندی خویش را بیان کرد. خرج ساختن منزل از ماست، عرض نمود سلطان حسین. امسال فصل تیرماه به غایت فرح افزا بود. مردم دهقان در تردد غنداشتن حاصل بودند. برای ذخیره زمستان جای ساز می کردند. آنها که باغ و میدانهای وسیع داشتند با دکانداران شرطنامه می بستند. از زمین حساب برای هرچی غنوچین حاصل سرمایه می گرفتند. از روی گفت پیران سالان در این 60-70 سال آخر چنین فراوان حاصلی را کس ندیده بود. اهالی شهر و دیهات در نیت با تنتنه قید نمودن عید مهرگان بودند و هر خاندان به طور خود به این عید آمادگی میدید. تا سر شدن عید همگی 4 روز مانده بود که در فضای بیغبار ملک ابری تیره غارتگری و تاراجگری های اجنبیان پیدا شد. لشکری بسیار هزاره دولت آلتن ارده به تبریز وارد شد. تاخت و تاراج اوج گرفت. یغماگران هرچی به دست می آمد می بردند. مردان قابل مهنت را اسیر می کردند. در محله ولیان کوه باغات هنرمندان واقع گشته بود. اکثری صاحبان باغ در شهر حولی داشتند و تابستان به باغ خود کوچیده می برآمدند. آنها این زمان در باغ زندگی می کردند و مشغول غنداشتن حاصل بودند. حکمران دولت آلتن ارده تختمیش خان آگهی یافته بود که در این موضع در این فصل سال هنرمندان بناکار را به دست آوردن آسان است. فرمان داد که هر مرد روبرو آید اسیر گیرند. به همین طریق در یک روز 1200 نفر به دست افتادند که از آن جمله تقریباً 300 نفرشان گلکار، دوریدگر، چوب تراش، خیشچین، انداوگر، گچکار و نقاش بودند. در دامنه تپه‌ای که در وسط باغات خرم افتاده بود، چادرهای رنگارنگ قطار اندر قطار جای گرفته بودند. در مرغزار کنار باغ و میدان ازدحام اسیران فریاد و غریو می کردند. نوکران سواره مردان را از زن و فرزند، پدر و مادر 70-80 قدم دورتر نگاه داشته نمی ماندند که به هم نزدیک شوند. در نیمه بلندی چادر الوان سرخ پرشکوه زده بودند که نقش و نگار زیادی داشت و بر سرش طوق دوم اسب الوانج می خورد. چادرهای دیگر که از پایان هر دو طرف جای می گرفتند خردتر و کم آرایشتر بودند. در سر هر کدام پرچم پرافشانی می کرد که رنگ و نمود خاصه داشت. پیش خیمه مرکزی کشاده بود و در دو طرفش پاسبان می ایستاد. در پیشگاه خیمه صوفه تختگین قالین فرش بود که بر آن تخت شاهانه ساخته بودند. در پهلوی تخت بر روی پوستی پلنگ زنی صاحب جمال بالین دوخابه سرخ را زیر بغل گرفته استراحت می کرد. در راه کنار رود دسته سوارگان پیدا شد. آنها به سر چادرها نرسیده از اسب فرآمدند، به 2 قطار صف کشیده دالان آراستند. دسته دیگری نمودار شد که پیشاپیش آن سوار اسب سفید
مرد قامت بلند مسلحی کلاه زردوزی در سر به دالان سپاهیان درآمد و سولت کنان گذشته رفت. به پایان تپه رسید. 6 نفر از نوکران پیاده از بر اسب دوان رفتند. این مردی با وقار و با صلابت حاکمی آلتین ارده تختمیش خان بود. وی در نزد چادری مرکزی از اسب فرآمد. نوکرها اسبش را گرفته بردند. از خیمه به پذیره اش زوجه حاکم هوسگل برآمده او را با اعزاز پیشواز گرفت. به خیمه راهنمایی کرد و پرده های در چادر پوشیده شدند. لشکرکشان از خیمه های خود برآمده در یک طرف صف کشیدند. در روبرو گروهی دستار بسر قطار شدند. دری خیمه باز شد. خان بیرون برآمد. 2 نفر از ملازمان زود به خیمه در آمده کرسی شاهانه را برداشته برآمدند. تختمیش خان به کرسی برنشست. مرد غوله ریشش ماش و برنج که در سر سله سیمابی داشت دست گشاده با آوازی بلند به شأن خان حمد و ثنا خواند. خدایا خداوندا نوری شوکت و مرحمت خانی بزرگ فاتح زمان تختمیش خان را از سری ما دور نه انداز. لوای فتح آوری او همیشه پرافشان باد. دولت و ثروت او رونق و رواج یابد. آمین. سامعان همه آمین گفته دست بر او کشیدند. من به شرف ظفر یافتنم در سرای قصری محتشمی بنیاد می کنم، گفت خان به آنکه از کرسی بخیزد. قرار دادم شما را به سرای برم. روزی که قصر قامت افراخت حکم غلامی شما به آخر می رسد. هرچی خوبتر بکوشید، هرچی زودتر بسازید، زودتر به ملکتان بر می گردید. کسی سرکشی کند، آواز اعتراض بلند کند، واجب القتل است و بس. از بین اسیران هنرمندان را جدا کرده به صحن نزد خیمه تختمیش خان بردند. 1 نفر سپاهی سر و لباس خواجه کمال را دیده او را خیشت ریز پنداشت. شاعر وقتی به دست افتادن در تن کرته کرباس مله رنگ داشت، شلوار سبز، عرقچین سفید در سر و در پای مکی پوشیده بود و در باغ نوبنیادش به خیشت تهکنی به دیوارزن و شاگرد او یاری می کرد. نوکر اسیران را یک یک نام و کسب و کار پرسیده به تختمیش منظور می نمود. نوبت به خواجه کمال رسید. او 1 قدم از قطار پیش برآمده به تختمیش خان متوجه شد. این زمان دری خیمه مرکزی گشاده شده، زنی قامت بلندی فرازگردنی میان سال زیبا طلعت با سولت به حاضران نظر دواند. نوکرانی که از 2 طرف درآمدگاه خیمه ها می ایستادند به وی تعظیم می نمودند. لشکرکشان نیز به احترام او تعظیم کردند. تختمیش خان از جای برخیست، زوجه اش را به کرسی کجاوه مانند که در برش بود به نشستن تکلیف کرد. خان دوباره به سوی اسیران روی آورد و دید که مردی فروتنی گفتنی دارد. خوش، تو چه عرض داری؟ خان بزرگ، من بیهنرم، نه خیشچین و نه سنگ تراش، نه دوریدگر و نه چوبکار، نه این هستی و نه آن، یعنی درد هرینه. سخنان شاعر را برید خان. در ما بیهنر از حد زیاد است. ایستا که از گوشت بیز چیده می توانی؟ اطرافیان قاه زدند. من قصاب نیستم، پاسخ داد کمال. طبع خانکاهید و با غضب فرمود. پس برو در چراگاه سرگین بچین، به این هنر شرط نیست. خواجه کمال تعظیم نمود، براه افتاد.
ملکه سراسیمه از شوهر خواهش نمود که او را از راه باز دارد. خواجه نو از بین ازدحام بیرون آمدنی بود که تختمیش فریاد زد: استا، صبر کن. هوسگل به خان عرض نمود که از تخمین او این مرد شاعر کمال خوجندی می باشد. کمال از رهش باز ایستاد. او مثل جسم بی جان بود. بعدی برگرد پیش بیا گفتنی تختمیش، شاعر به خود آمد، به قفا برگشت. با دلی ناخواهم به سوی خان قدم زده، دورتر از او باز ایستاد و اما تعظیم نکرد. بگو چی هنر داری؟ عرض کردم که بنده بی هنرم. سخت کرده پاسخ داد کمال: به عالم تو بهری چی آمدی؟ برای بجا آوردن آیین مسلمانی. آیین مسلمانی را چطور میفهمی؟ پیش از همه اقرارم که بنده خداوندم، امت محمد رسول الله هستم. مگر امتهای محمد بی کسب و هنرند؟ نه، هر فرد از روی قابلیت خیش هنری دارد. پس تو کیستی و چی هنر داری؟ من شاعرم و ایجاد شعر هنری من است. خواجه کمال هستی؟ پیشتر بیا. کمال به تختمیش نزدیک شد. این بیت ها از توست و به ما بخشیده ای؟ دست سلطان را نمی بوسد کمال، نیست سلطان را به درویش احتیاج. اگر امر بکنم مجبور می شوی پای ببوسی. خان بزرگ، شعر مرا به شما نادرست قرائت و غلط معنی داد کرده اند. در اصل این بیت چنین است: دست سلطانان نمی بوسد کمال، نیست سلطان را به درویش احتیاج. هر روز صدها شخصان معتبر و عالی مرتبه به دست بوسی و به تعظیم سلطان می آیند. یک نفر شاعری مسافری درویش به دست بوسی می آید یا نه اهمیت ندارد. به گمانم از این شأن و شکوه سلطنت سلطان خللدار نمی شود. به دربار ما یک نفر شاعری مسافری درویش نمی رسید. این شاعر با اشعار خیش باید آنهایی را که به ساختمان قصر به سرای می روند روح بلند سازد، الهام بخشد تا همه از دل و جان کار کنند، شهرت پایداری دولت ما را ترنم نماید. به صف است، به سفر آماده باش. خان بزرگ، امر من قطعی است. بانگ زد خان و سخن شاعر در دهنش ماند. شما گفتاری 12 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگردی بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی.